اگه یه شب خونه تنها بودی و یه پلیس با چشمای قرمز زنگ خونه رو زد، نباید در رو باز کنی. اون برای محافظت از تو اونجا نیست. ها؟ اگه کارایی که میگم انجام بدی، میتونی جلوی اتفاقی که قراره بیفته رو بگیری. 1. وقتی صدای زنگ خونه رو شنیدی، در خونه و کمدها رو قفل کن و همه چراغ‌ها رو خاموش کن. 2. سعی نکن به کسی زنگ بزنی. هر شماره‌ای رو که بگیری بیفایده است، چون پشت خط همیشه اونه که جواب میده. فقط گوشیت رو سایلنت کن. 3. اصلا نزدیک پنجره ها نشو. اون تنها اینجا نیومده. یکی دیگه از اونا پایین خونه حواسش به پنجره هاست. اگه حتی یه لحظه سایت رو ببینه، میفهمه تو کدوم اتاق قایم شدی. من چاقو خاموش نمی کنم. به سنگ پرت کنم. بی سنگ پرت کردم. 4. قبل از اینکه تلویزیون روشن شه، از برق جداش کن. اگه روشن شه، تصویر اونو پخش میکنه و باید تا آخرش بدون پلک زدن نگاه کنی. 5. اگه هر طوری وارد خونه شد، جایی دراز بکش که بتونه ببینتت و خودتو به خواب بزن. اگه باور کنه خوابی، شاید باهات کاری نداشته باشه. شاید